صورتی و بشین روش حالشو ببر و بیا فشارت بدم و بیا توش بود. میخندی؟ با بخوریش. زنتون عوض کنید. سفتش کنم که تبدیل به چیز بشه یا شلش کنم که تبدیل به چیزتر بشه. کدومی که قشنگ‌تر است؟ خیاره ایرانی. چطورید قشنگای من؟ خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون. من سوچارم، کانالم سوچارم. قلب سبز میشه که یه دونه ماچ سبز اکریلی به قلباتون کامنت رو ببینید. همه کامنتاتون رو میخونم، همه کامنتاتون رو میخونم، منم اتون رو دوست دارم. عاشقتونم. مرسی واسه تک تک کامنت های خوشگلی که میذارین. کلی دوستتون دارم. یادت نره همین اول کار لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. زنگوله رو فعال کن، هایپو بزن. بی معطلی بریم ایکس بلو گردی کنیم. سلام داداش. سلام. خوبی؟ یک دونه ژل بده، میخوام برم سر قرار، خیلی دیرم شد. بیا داداش بیا. قربونه. که ژل کلایمکس. به این میگن یک ژل موی قهوه. هی! مال این سر نیست، مال اون سره. داداش اگه مال این سر نیست ژل، مال کدوم سر میتونه باشه؟ شما جواب بدید بینندگان عزیز. ازت خوشم اومده. با هم دوست میشی؟ دوست دختر داری؟ نه. زن داری؟ نه. به اکس چی فکر میکنی گهگاهی؟ نه. بچه چی؟ نه. سیچویشن چی؟ نه. بنفیت؟ نه. گی که نیست؟ نه. خب اوکی بریم هیچ بخور. اینهایی که گفت چی میشه؟ اینهایی که گفت خاک بر سری هایی که دهه 80 و 90 دارن با رفیقای پسرشون و رفیقای پسر با دختراشون، اینها چیه؟ اینها چه رابطه های کثافت کاریه که مد شده؟ امشب شورت نپوش. نه برای شوهرتا، برای سلامت خودت. به خاطر اینکه وقتی شورت میپوشی رطوبت اونجا جمع میشه، قارچام عاشق رطوبتن، سوزش و خارش بیشتر میشه و عفونتت مدام برمیگرده. واسه همین توصیه میشه که شبها اجازه بدی اون ناحیه تهویه طبیعی خودش رو داشته باشه. حالا یه نکته مهم، شبها شورت نپوش ولی روزها شورت بپوش، ولی نه هر شورت. من یه لیستی تهیه کردم از 5 تا شورتی که ببینید میگه شبا نپوشید، خواهشن شبا لخت بخوابید، نه به خاطر مردا، نه به خاطر خودت. آره میگه که قارچ دوست داره اونجا رو. یکی دوست نداره، خب معلومه قارچ اونجا رو دوست داره، پس نمیره تو شورت آقایی. آره میره تو وجنات خانومی و اونجا میگه رشد میکنه، اینجوری میاد بیرون. واسه همین شورت نپوشید ولی روزا بپوشید. حالا 5 تا میخواد شورت بهمون معرفی کنه ولی باید کامنت کنیم، ولی من یکیشو بهت میگم، نخی بپوش. این خانم دکتر اینجا نشسته، وقتی من دکتر اینجا هستم، دکتر وجنات و اینا میدونید کارشناسی ارشد دارم، چرا میرید اینا رو میبینید؟ خودم بهتون اطلاعات کافی رو خواهم داد. چرا تو گوگل نوشته شنبولی رو نیارو خط میکنن؟ خطا است دیگه. خطا دیگه چیه؟ میبارن دیگه. یعنی تو آخر میبارن؟ نه خانم، یک کم فقط. فقط کله شو. این خیار رو ببین، این یعنی خطنه. یاره یا ماره باید افعیه. برای تو خونم دکتر برید 100%. چرا با نمارم؟ یاره تو نشون دادی چند کس؟ ارزششو داره؟ کدومی که قشنگ‌تر است؟ خیار ایرانی. خب خیار ایرانی زیباتره یا خیار خارجی ها؟ سوالی پیش می آید. نظر شما در مورد خیار ایرانی ها و خیار خارجی ها چجوریه؟ شاید شما پیش بیاد سوال براتون که از کجا بدونیم خیار خارجی ها؟ میگه نخوردم نون و گندم، بسی دیدم دست مردم. شما که صبح تا شب تو گوشی و گوگل و اینا نمیدونید ها؟ عمو جانی و اینا نمیدونید. ای آدم سرا هم باید از نوار بهداشتی استفاده کنه. آقایون هم نوار بهداشتی مخصوص خودشونو دارن. چند وقته با وجود اینکه داری عفونتتو درمان میکنی بهبود پیدا نمیکنی و مدام عفونتت تکرار میشه، تو باید برای همسرت پد بهداشتی بگیری. یه سری پد برای آقایون هست که جلوی نشت ادرار رو میگیره. آقایون هر چقدر هم که بعد از ادرار کردن خودشونو بشورن، باز هم نشت ادرار رو دارن. همین باعث میشه لباسیرشون یه محیطی بشه برای تجمع میکروب‌ها و باکتری. برای اینه که شما خانم عزیز هر چقدر دارو میخوری، بازم عفونتت برمیگرده و هیچ وقت بهبود پیدا نمیکنی. شما حتما باید حین درمان خودتون مراقب بهداشت همسرتون هم باشید. هیچی دیگه، علاوه بر وجنات خودمون باید مراقب وجنات آقا هم باشیم. هیچی دیگه، یه بدبختی پشت بدبختی. آقایون خودتون بهداشتتون رو رعایت کنید، شورتتون رو خیس نکنید، یعنی خیس بکنید ولی پد استفاده کنید. ببین نوار بهداشتی دارید، فکر نکنید فقط خانم‌ها نوار بهداشتی دارن. آقایون دلم براتون میسوزه، فردا شما دیگه خونریزی هم میکنید دیگه، بیا حامله هم بشید جای خانم‌ها هم بگیرید دیگه.
شیر تو شیر شده. خانم دکتر داره میگه نظافتتون رو رعایت نمیکنید آقایون، بعد انتقال میدید به خانم ها و خانم ها اذیت میشن و عفونت میکنن. بعد هی بزن تو سر خانومی بگو تو چرا دانوایی میدی. میخندی؟ با بخوریش. صبح مصب ندارم. غزل 1000 داری؟ 2000 دارم. خب نصفش کن، 1000 بده فشار بده. حالا خوب اومده. بیا بشین روش حال شو. غزل برو پگا رو داری؟ شماره پگا چی؟ همه فهمیدن. چیا؟ تو شهر زده ما. پشمهایم، چطوری میشه این شهرداری رو نشان من بده؟ شهرداری چرا یکم مثبت 18 حرف میزنی؟ یعنی یکم که چرت کنم صورتی و بشین روش حالشو ببر و بیا فشارت بدم و بیا توش شهرداری هم شهرداری های قدیم، یه حرفا توش نبود، یه شهرداری بود و یه اسم مستعار نمیدونم چی فلکه نمیدونم چی مثلا. تربیت شدن شهرداران. آقا سلام، وقتتون بخیر. سلام بفهم. خوب هستید؟ آقا اون سوتین اسفنجیاتون چه قیمته؟ 8500. چقدر گرون. مال خودم دوست دارم. بله. احمدی هم تعزیرات. محمدی هم گوه خوردم. آقای محمدی دیگه خوردی نمیشه جمعش کرد. دیگه خوردی نخواد که بیاری بالا، باید تا دست نه فشار نمیده تا دسته، ولی خب باید مالیات بدی که دیگه از این چرت و پرتا نگی. آره. نه جانم، خود رضایی باعث نمیشه که تو کور بشی. خیال متین بابت راحت شد. بچه‌ها بزنید. ای مسکش بزنید بچه‌ها، تا صبح بزنید، هر موقع دلتون خواست بزنید، بی وقفه بزنید، امروز بزنید، فردا بزنید، شب بزنید، روز بزنید، فرقی نداره. خانم دکتر گفت ربطی به چشمامون نداره، اصلا بزرگترین دغدغه ذهنی همه ما رو برطرف کرد. مرسی خانم دکتر، مرسی. یارو میره داروخونه میگه آقا ببخشید کاندوم داری؟ میگه آقا عفت کلام داشته باش. الان به ترمینال میگن پایانه، به کمک دولتی میگن یارانه، به کامپیوتر میگن رایانه. میگه آقا ببخشید یه بسته گایانه دارید؟ اینم باز برمیگرده به همون شهرداری. ای مسئول بی کفایت، استعفا شاید بگید چه ربطی داره نمیدونم، خودتون ربطش بدید، ولی خب از این به بعد اسمشو نگید آندوم، بگید گایانه. سلام خوبی؟ سلام مرسی بفرمایید. رفته شمال؟ نمیدونم آقا، من تازه خواب بیدار شدم. نه رفته شمال، من حواسم بود خیلیتون راحت. کجا میرم؟ بابا من سپرده به شما، بریم تو. نه آقا برو، چیزی نگفتم. همسایه اول. آره آقا حسینی، من آدم خونتون هستم. بله بابا تو پشت خط میگی. بابام صحبت بابا یه لحظه گوش. آقا حسینی مثل شما پشت خط رو دختر. فکر کی میوازه؟ من یا تو؟ برو بابا داغون. من الان میرم راحت خونم میرم ولی بابا اینا اومدن؟ تو اینجا چیکار می‌کنی؟ برو بیرون بابا، برو بیرون. ببخشید آقا. رفته بود تو. سلام خوب هستید؟ از شرکت لبنیاتی جال مزاحمتون میشم. آقا من کاملا شناختمت. چطور ممکنه؟ من لباسم دادم تو شلوار. ببین همسایه حول باشه حتی میره لباسشو میکنه تو شلوار که و یه عینک میزنه شاید تغییراتی بکنه، ولی آقایون ما از پشم و پیشمهایتان میشناسیمتون که شما کی هستید. غیر از اینکه پشمهایتان را بزنید شاید اون موقع دیگه نشناسیم. تنها تغییری که مردم میتونن بکنن اینه که ریش بذارن یا ریششون رو بردارن، در غیر این صورت تغییر نمیکنن فکر میکنن. خدا یارون نمیشه برم داخل بگم با 2 تومن انگشتر دارین بهم بدین یا نه؟ داداش با 2 تومن دیگه توفم کف دستت نمیندازن که بری براشون چیز کنی. آمو سلام آقا. نمیاد. کاکو هست که من بهت میگم. آمو مگه میشه نباشه؟ سلام خسته نباش. کار رفیقم راه بندازه. با 20 تومن الان تو انگشتر داری چیزی؟ نه کاکو با 20 تومن که انگشتر گیرت نمیاد. بله. نداره. همون گیر نمیاد. آقا 25 تومن. نه. گیر نمیاد. 26. بریم آمو گیر نمیاد همون. دیدی؟ یعنی بریم یه جایی. جناب بفرمایید در خدمت شما هستم. ببین اینجا داره با 21. منزل آقا کریمی؟ دیگه هیچی نداره برای گفتن. وقتی با 25 تومن با 26 تومن نشه چوس مسقال طلا خرید، این با 2 میلیون میخواد چی بخره؟ گفتم همون توفه رو شاید بهش بده تو دستش بندازه بگه قربون اون پسر گلم بشم دور سرش بگردم. ای گی تو قبر مرد زنده، گی تو قبر من که تو رو به دنیا آوردم. من
بابا این شکلی هن. خودشون هر کاری دلشون میخوام میکنن، یعنی تو یه خطایی بکنی سر فوشو به تو میکشن. چرا نمیدانم. هدیه تقدیم میکند شب میخونه با صدای هایده، سراینده ترانه، بیتی ها و اشعار متن. هدیه آهنگساز فرهنگ شریف، تنظیم کننده آهنگ محمد حیدری، تکنواز تار فرهنگ شریف، زر علی تبلری، اشعار متن با صدای هدیه. واقعا قدیما اینجوری بود که تا می اومدی برقصی یعنی جونتو می آوردن بالا خواننده ها. اینقدر یا موزیک طولانی بود بعد خواننده شروع میکرد خوندن، یا اینجوری دکلمه میگفتن تا برسه به خوندن و ما اینجوری رو هوا میموندیم. یادتونه که دهه 70 و 60 و 50 و 40 اینا. خدای من اصلا دیت میذاری با کسی؟ کجا بودی؟ جواب میدی دی ام بیرون که میری دیگه. پاپیونش کرده تقدیم به ستار با عشق. خونه در بیام اگه خوب باشی. باشه دمت گرم عشق منی داشتی. تا یه کیز بخوری روی کاشی بشی تو چی بکشم آجی. ببین اینجا به بالا رو دوست دارم، یعنی این قسمت رو فقط دوست دارم، پاها رو دوست ندارم. یه جوری بود. اینجا هم دوست ندارم. ستار میگه میخواد بیاد برای تو بشه، میگه عروسک توه. نمیدونم این قسمتشو خوشم اومد، یعنی اگر آرزویی بخواد برآورده بشه قول چلاق جادویی بیاد اینجا، من این قسمت رو آرزو خواهم کرد. نقطه. واگذارت کردم بر پیغمبری که سرش خلوت تره. اگه جزمم با کسی چت کردی بری زیر تانک. صلوات. حالا ما از کجا بدونیم که سرش خلوت تره؟ بینشون دعوا نشه. کلا واگذار کرد. حالا هر کی برداشت خودش برمیدانه. اناف کرده ما رو. میشخیدم به کستنانه همه تون میخندید. الان دیگه فامیل همشون میان چیز میکنن تو حلقه. چی کار چیزشون داری؟ میخوای به اونشون بخندی؟ به خودشون بخند. چی شده خانم؟ ماشینم خراب شده نمیفهمم این چی میگه. داداش چی شده؟ داداش روغن کم میکنه، از اون بر واشر زده، تثبیت دیدامش پاره شده، ماشین اصلا راه نمیره. ومن ببین برای ما خانوما وقتی یک بحث سیاسی زیاد میکنید، بحث در مورد ماشین میکنید و بحث در مورد فوتبال میکنید، یه همچین صحبتی دارید. یه چیز دیگه ای ندارید. من بچه سوال دارم، فرق گوز و چس چیه؟ به نظر من میگم که چس آرومتره، مثلا با کلاستره. چس مثلا خیلی آروم میزی بیرون، بعد قمولتو مثلا باز میکنی یکم که آروم راحت بیاد بیرون. گوز قمولتو صفر نگه میداری با هم دیگه بزنه بیرون. اگه الان من کتاب میخوندم الان به جای این فکرها خیلی پیشرفت میکردم تو این زندگی. یعنی خب که بیشتر کتاب میخونی یا بیشتر گوز میکنی؟ وای ببین دغدغه ذهنی پسرامون تو چه حده؟ یعنی تا این حده که سفتش کنم که تبدیل به چیز بشه یا شلش کنم که تبدیل به چیزتر بشه. هر دوتاش یکی، حالا یکیش با صدا یکیش با بوه. حالا شل کن، صف کن، را میندازی. برو درس بخون. برو بیای پایین ننتو میگم. دروغ میگی میخوای بزنی. داداش ننته مهم نیست. نه نزنه، مهم اینه که نزنه. یه اعضای بدن نام ببند که توش نقطه نداشته باشه. واسم کامنت کن ببینم چیزی هست یا نه. منتظرم. نقطه نداشته باشه مثلا یه اعضای بدن بگو که نقطه نداشته باشه. یه اعضای بدن بنویس. قطر طبیعی آلت چقدره؟ قطر منظورتون اگر محیط باشه که درستش هم همین هست، یعنی با یه متر نواری محیط آلت رو در حالت نوز اندازه بگیرید شما، بالای 8 تا 9 سانتی متر طبیعی هستش. به ندرت پیش میاد که ما در فردی قطر کم رو داشته باشیم. معمولا در این حد هستن همه افراد.
بخوایم قطر بیشتری داشته باشیم چیکار کنیم؟ روش‌های مختلفی هست ولی خب ساده ترین و کم خطرترینش الان تزریق فیلر یا چربی هست. فیلر بهتره یا چربی؟ به نظر بنده فیلر. چرا؟ فیلر بهتر از چربی هست. چرا؟ به این علت که خب با بی‌حسی موضعی بدون درد تزریق میشه، التهاب و احتمال عفونتش خب خیلی کمتر هستش. شما در صورتی که به هر علتی دوست نداشته باشی فیلری که تزریق شده برات رو با تزریق آنزیم میتونه. بابا بیخیال بشید، دست از سر وجناتتون بردارید، نسلتون منقرض میشه. آقایون از من گفتن بود فیلر کنیم یا چربی کنیم توش که بشه مثلا قطرش فلان. من قطر رو اینجوری نشون دادم، قطر در اصل اشتباه نشون دادم، این طول بود این قطر بود. نکنید خواهش میکنم، به قطر و طولتون دست نزنین، دست از سر قطر و طول و حجم و ابعادتون بردارین، بذارین هر چی که هست خوبه، بلش کنید. ستار خوشو از زنش ناراضیه، تو کجا میدونی؟ زنتون عوض کنید. Do you love me? Do you need me? جون Do you love me? چه نگاهی میکنه؟ Do you need me? جا Do you love me? بابا زشته رفیقی. چقدر به هم میان، یعنی خدا شما دوتا رو برای هم ساخته، پای هم پیر شید. حالا دیگه میخواید با هم چی کار کنید و نکنید به خودتون ربط داره، ولی کوچه هاتون رو تمیز نگه دارید. آره. ببین گفتم آقایون ریششون و پشماشون رو بزنن 100 درجه تغییر میکنن. فکر کن موهاشون هم رنگی کنن. خیلی جذاب شد. ولی چقدر ریشش بهش میومد. من با ریش بیشتر دوستش داشتم. این دندوناش تمیز بود. مسواک نمیزد. از جلو به عقب یا از عقب به جلو؟ هیچ فرقی نمیکنه چه توی رابطه و چه توی شستشو. خب میگه هیچ فرقی نمیکنه از جلو به عقب یا عقب به جلو. چرا باید راجع به این موضوع صحبت بشه؟ خب از جلو به عقب یعنی چی؟ یعنی شما اول باید قسمت جلو رو شستشو بدین و بعد قسمت عقب. علت عفونت خیلی از خانوما که اصلا نمیدونن هم دقیقاً همینه، چون میان اول ناحیه عقب رو شستشو میدن و بعد ناحیه جلو رو و حجم زیادی از باکتریا و قارچ‌ها رو از ناحیه مقعد وارد ناحیه واژن میکنن که این باکتریا و قارچ‌ها خیلی سریع رشد میکنن و میتونن باعث عفونت و زخم دهانه رحم بشه. حالا 3 تا کار هست که هر خانمی موقع استفاده از توالت باید رعایت کنه. خب 3 تا کار ما نمیخوایم بدونیم. شاید براتون سوال پیش بیاد که ستار ما میخوایم بدونیم، ولی خب نمیگه. میگه کامنت کنین، من تهیشو میدونم. این دکتر رو اصلا به درد نخورم. میگه که ولی درست گفت از عقب به جلو نکشید. چی رو؟ شستشو رو. یعنی وقتی میشورید. ستار مرسی که دکتری، مرسی که آموزشگاه رو انداختی، مرسی که وجنات شناسی رو انداختی. خانوما قربونتون بشم، انقدر به فکرتونم. گفتم هرچی آموزشه برای آقایون و خانوم ها بگید که بهداشتشون رو رعایت کنن. ما که تو ایران قربونشون بشم از بچگی بهمون هیچی یاد نمیدن. حداقل ستار بیاد بشینه اینجا 4 تا چیز بهتون یاد بده که با وجناتتون چیکار کنین. یکم خودتون و وجناتتون رو دوست داشته باشین، چه آقایون چه خانوما. باور کن دارم اینا رو میگم که آموزش داده باشم. تو اینجا از سن بچگی، یعنی شاید بگم 8 سالگی 9 سالگی اینا آموزش میدم به بچه‌هاشون که با وجناتتون چیکار کنید. آره چجوری بشوریدش، چجوری نازش کنید، دست کسی ندینش، نازش نکنه فلان، اینا همه رو میگم. بردی هستم، بچه آلمان. 4 سال مهاجرت کردم، هنوز زبان آلمانی بلد نیستم. تنها کسی که همیشه عوامو داشته ترنسلیت بوده، دمش گرم. دیپورتیم اومده ولی هنوز دیپورت نشدم. 4 سال تمام هزینه‌ام پای دولته. بردی برو کار کن. از بس که نامه از اداره اومده دیگه پستچی زنگ در رو نمیزنه، مستقیم میاد تو خونه چایی میخوره میره. تنها چیزی که تو این 4 سال پیشرفت کرده سنمه. بردیا خب 4 سال اومدی آلمان، نه زبان یاد گرفتی، نه پاسپورت داری، نه چی گفت
هنوز داره از دولت پول. خب بردیا جان عزیزم قربونت بشم، یک برو زبانتو یاد بگیر، نگو چیست زبان که سرمایه ملی آلمان است زبان. دو برو سر کار پسرم، حداقل برو آسپیلدونگ ببین، شاید آسپیلدونگ ببینی این دیپورتی که برات اومده لغو بشه و قبولیت بیاید. 2 تا ممه به هم بده. 2 تا فقط. دور از همه به هم بده. فقط 2 تا. برای عشق و حال شب هر چی کمه به هم بده. یه پای تخت بهت میدم، جنگ رو تخت بهت میدم. 2 تا ممه به هم بده. اوکی نه یعنی من نه اشتباه شد، صبر کنید اشتباه شد. میگه 2 تا چیز بهم بدی و جنات بهم بدی، من جنگ رو تخت بهت میدم، یعنی میبرتت رو تخت. یه جنگی بهت آموزش میده که از آموزش های خاکبرسری ستار خیلی با ارزش تره. هر کی میخواد باش بره رو تخت کلمه تخت کن. ستار خوی الکی جنگ رو تخت یاد نمیده، 2 تا به جنات میخواد در عوض. وای امیدوارم که کلی بهت خوش گذشته باشه. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک، کامنت، ساب لطفاً فراموش نشه. تا درودی دیگر بدرود.